تپسی یه غذای عربی پرطرفداره که قبلا مدل سادهش رو بهتون یاد دادم. این غذا رو هم میشه با برنج سرو کرد هم با نون. تیکه های مرغ رو چند برش بزنید و با نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پاپریکا مزه‌دار کنید. دو طرفشون رو سرخ کنید و کنار بذارید. تمام سبزیجاتی رو که میبینید حلقه‌ای برش بزنید و فقط سیب زمینی، بادمجون و پیاز رو سرخ کنید. سینی رو با گوجه، سیب زمینی، پیاز، بادمجون و مرغ پر کنید. چند دونه سیر و برش لیمو هم بین مواد بذارید. رب گوجه، رب انار، کاری، نمک و آب رو خوب هم بزنید. روی تپسی سس بریزید. سینی رو با لبخند به مدت 2 ساعت توی فر بذارید. نمیدونم انتخاب شما برای سرو تپسی برنج یا نون، اما من میگم یه بار هم کنارش شوید پلو درست کن و بعد از خوردنش از سر رضایت یه لبخند تا بناگوش بزن. راستی من عدنانم و اینم سهم تویی که لایک کردی.